به نام خداوند عدالت و آزادی. در قدم اول از اه، تفاهم و اصلاحات افغانستان و همچنان اعتماد ملی افغانستان ممنون هستیم که به خاطر برای انداختن چنین برنامه های ابتکار را به دست گرفتن و این برنامه ها باید ده ها سال پیش آغاز می شد در افغانستان. این مسائل است که مسائل اساسی جامعه یک ملت است، یعنی یک ملت باید از این نقاط شروع کنه، از این مسائل. و همچنان از جناب استاد شهرانی و جناب استاد وزیر هم ممنون هستیم که اینجا سهم گرفتن و از شما علمدار سیب و همچنان از سیغانی سیب و یما جان تشکر که ایره برا انداختین. مسئله ای است که در رابطه با سوال شما، کشورهای جنگ زده و جوامع مثل افغانستان که اوضاع و شرایط مشابه به افغانستان دارند، اینا از 6 بحران باید بگذرن و این بحران ها را با اینمی گفتگوها حل کنند. بحران ها از بالا به پایین حل نمیشه، باید که در سطح گراس رود گفته انگلیسی زبان ها، در سطح پایین این مسائل مطرح شود در بین نخبه های جامعه، بین فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و دینی و قومی در کشور. و یکی از آرزوهای معمی بود که در دوران جمهوریت در آغازش نه زمامداران فاسد و جنایتکار، بلکه خود مردم و احزاب که واقعا دلشان به این وطن میسوزه و شخصیت های بزرگ امی گفتگوها را برام انداختند در بین نخبه های قومی و سیاسی و ملی و اجتماعی و فرهنگی و دینی و امثال ازی. ما به نظر ما کشورهای مانند افغانستان باید از 6 بحران بگذره که بحران هویت است، بحران مشروعیت است، بحران مشارکت است، بحران توزیع است، بحران نفوذ است و بحران کارآمدی است. که ما در آغاز یک 25 سال پیش هم سرمی مثلا ما یک چیزای نوشته کرده و که چقدر مهم است این گپا. به هر حال به نظر من سوالی که شما کردین این ارتباط میگیره به مشارکت، که باید آحاد ملت اینا همهشان به شکل از اشکال مشارکت داشته باشند در امور کشورشان. البته مشارکت به شکل وارداتیش نه که پروژه های وارداتی از بیرون بیاید، به شکلی که ما در سالهای که در افغانستان در اوج ناتو اینا حضور داشتن چیزایی را میشنیدیم. و همچنان باید این مشارکت شفاف باشه و عادلانه باشه. یک چلنج بزرگی که فرارای ما وجود داره و تمام کسانی که میخواهند در افغانستان واقعا مردم نقش داشته باشند در امور کشورشان است که چه رقم میشه از همه پرسی ها، رفراندوم ها و دموکراسی ها و از رایگیری ها و از اینمی مردم سالاری ها، یعنی از یا حمایت شود به شکلی که در اونجا تقلبی نباشه و تغلبی نباشه و در اونجا دستبرد نباشه و در اونجا سفارت های کشورهای بیرونی نقش نداشته باشند. و همچنان این کسانی که در داخل افغانستان، یعنی افرادی که میخوان استفاده ابزاری از هویت ها کنن، از ادیان کنن، از اقوام کنن، اینا نقش نداشته باشن، شارلاتان های سیاسی نقش نداشته باشن. تمام چلنجی که ما با او روبرو هستیم چه رقم میتونیم یک نظامی را که واقعا یعنی برخواسته از رأی مردم باشه، از آرای مردم باشه، چنین نظام در اینجا حاکم شود. چه ضمانت هایی وجود داره و چه مکانیزمی میشه ما پیشنهاد کنیم در جهت ازی و چه راه های پیشنهاد کنیم به خاطر جلوگیری از تقلب هایی که در تاریخ افغانستان صورت گرفته. مسئله چه سوالایی که شما کردین همه ایشان به ملت، به مفهوم ملت ارتباط میگیره. ملت ها دارای ویژگی هایی هستند که مثلا دارای هویت و احساس مشترک می باشند، دارای تاریخ و خاطرات جمعی مشترک می باشند، دارای فرهنگ و آداب و زبان مشترک می باشند، سرزمین مشترک می باشند و اراده برای زیست باهمی و زیست سیاسی مشترک می باشند. همه چیزایی که من گفتم مهم است. افغانستان در از قرنها به این طرف همین خطه، من نمیگم که افغانستان در مسیر تاریخ، چرا افغانستان عمرش شاید حدود 100 و چند سال میگذره از عمر افغانستان، امی کشوری به نام افغانستان، اما اینمی امی خطه جغرافیایی که ما به نام افغانستانی را مسمم میکنیم در طول تاریخی تقریبا با هم بوده. یعنی این جز امپراتوری های کلانی بوده که اینمی امی خطه
جزش بوده. در بیشترین حالت ها اگر با هم نبودن، اینا روابط بسیار نزدیکی با هم داشتن. امی فرهنگ ها، امی آداب، زبان، تمام چیزای سرزمین بسیار، اگر یکی نیست، بسیار با هم نزدیک است. داد و ستد فرهنگی و زبانی و ادبی در بینشان صورت گرفته و فرهنگ هایی که در این کشور بوده، مثلا زبانی که مثلا زبان فارسی که از طرف همه خدمت شده در این کشور. خدمت دیگه مثلا ترکا و ای کردن، پشتونا کردن و مثلا سلجوقی ها و غزنوی ها امثال از این کردن، هیچ کسی نکرده. دیگه به این لحاظ در این سرزمین چیزای مشترکی در اینجا وجود داشته، اما ما فعلا با چالش های روبرو هستیم به خاطر تجزیه کشور و تجزیه مردم و تجزیه اینمی تاریخ و به خاطر به دست آوردن منافع خود، منافع استراتژیک خود در این منطقه به کارهای دست میازن. من فکر میکنم دکتر صاحب وزین، به صدای من میشنوین؟ بله صداتون دکتر سی بدین به یک موضوع مهم اشاره کرد که مسئله چی است؟ مسئله امی خود تمامیت ارضی یک کشور، خود منافع سیاسی در منافع ملی در داخل یک کشور دارای سویه های مختلف است که اونم مهمترینش اهداف حیاتی یک چی است، یک حیات، اهداف حیاتی حساب میشه برای یک ملت. مسئله یک جا بودن کشور و که با هم تمام ملت با هم یک جا باشه، این یکی از اهداف مهم است. اما چیزی که مهم است، چیزی یک ملت با هم یک جای نگاه میکنه، این زور نگاهشان کرده نمیتوند. چون در این قرن 21 هیچ قدرتی نمیتونه با زور مردم در یک جغرافیا نگاه کنه، بلکه آنچه نگاه میکنه مردم است که اعتماد است. امی چیزی که مثلا امی تشکلی را که اینجا ایجاد شده و ما ایجاد کردیم، این تشکل اساس ما میدانیم که یک کشور و این جامعه به یک چیز نیاز داره، یک چیز بسیار حیاتی نیاز داره که او اعتماد است. البته کشور نمیشه با زور در کنار هم مردم نگاه کنیم و از همین خاطر ما در جهت تحقق منافع ملی کشور که رابطه بسیار مستقیم با هویت ملی داره و با مشارکت ملی داره، با توزیع داره و با نفوذ داره و با مشروعیت داره، ما در جهت تحقق این منافع ملی کارهایی را باید انجام بدیم که به نظر من منافع ملی عبارت از آنمو اهدافی است که به خاطر حفظ ثروت‌های معنوی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی تمام ساکنان یک سرزمین، این اهداف در جهت تحققش کار صورت میگیره، تمام ساکنان یک سرزمین که تشکر. بدور از تقسیمات قومی و قبیلوی و زبانی و فرهنگی و حتی دینی، یعنی به خاطر تحقق اهداف اینا.